یو واتساپ، چطوری بچه هست؟ من کیانزه استارو، خیلی زیاد خوش اومدید به این ویدیو. حالتون چطوره بچه ها؟ اومدیم امروز با قسمت دوم زامبی در لوس سانتوس. برو بریم سراغ ویدیو. این ویدیو یه ذره با ویدیو قبل فرق میکنه. امروز قراره بریم دنبال مایکل، ببینیم مایکل رو پیدا میکنیم یا نه. برو بریم سراغ ویدیو ببینیم این قسمت از ویدیو چطوره. ساعت سیمیون گرفتم که ول کنه، ول نمیکنه زامبی ها رو. واسه زامبی اونجاست. بلند شو. نه نگاه. هدشات. این برای زامبی. سیمیون داداش ما باید زامبی رو اصلا دور کنیم. داداش یه ساعته دارم میگم ول کن. بابا من چیکار کنم؟ زدن کل شهر رو نابود کردن. بنده خدا از ترس صداش نازک شده. به من میخندی؟ نه داداش به تو نمیخندم، به این وضعیت میخندم. آها. خب تو اینجا چیکار میکنی فرانکلین؟ هیچی داداش، برو رفتم جلو داره مایکل. مایکل خونه نیست، ولی چیز باغبونش خونه بود. انگار نه انگار زامبی ها اومده بودن نشسته بود داشت گل میکارید. بچه ها دیدن. عجبا، یعنی کجا میتونه رفته باشه مایکل؟ والا منم نمیدونم داداش. اومدم اینجا صدا زامبی داره میاد، باید جلو سیمیونو بگیریم. یه دونه هم بهش پیستول دادم. ببین من میگم تو برو خونه من. خب یه ماشین بیا، با ماشین خودم برو، یا برات یه ماشین میارم. برو خونه من میرم دنبال مایکلینا، برم ببینم میتونم پیداشون کنم یا نه. داره شب میشه، خطرناک میشه. برو. باشه من میرم، پس تو هم حتما بیا. برو خونه، غذا مزا هم هست، اگه گشنت چیزی هست برو بخور. باشه تو برو منم میام. باشه خداحافظ داش. خدا. آقا داداش برات ماشین میارم. نه همین پشت ماشین خودم هست میرم. باشه داش خداحافظ. آقا بریم، این بنده خدا صداش نازک شد. برو دیگه شب میشه. برو. بریم. عجب بوقی هم داره. یه دست فرمون. خب آقا بریم دنبال مایکل. گوشیشو زنگ زدم جواب نداد. وایسید بچه ها، مایکل هیچ وقت یادم نمیره. یه بار به من گفته بود اگه یه روز زامبیا حمله کردن بیا شهر بازی زیرش. نه بذار من شهر بازی رو مارک کنم. بریم شهر بازی بچه. خب بچه ها بریم شهر بازی. 100% مایکل اونجاست، چون گفت هر وقت زامبی ها حمله کنن من میرم اونجا. خونه بادش هم زنده است. بریم ببینیم مایکل هست یا نه. بچه ها من تقریبا دارم میرسم. فقط تا اینجا دعا میکردم که مایکل زنده باشه، چون گفته بود هر وقت زامبی ها حمله کرد. اون کیه اونجا وایستاده؟ زامبیه؟ تفنگو بگی دستت. هی تو وایستا سر جات. تو چی میگی؟ بچه صداش مثل مایکله. مایکل. فرانکلین. مایکل بچه مایکل زنده است. بابا بنازم تفنگم ناری که. فرانکلین خیلی خوشحالم که میبینم. تو زنده ای؟ آره من زندم. من فکر میکردم تو مردی. منم فکر میکردم تو مردی. یه سر اومدم خونتون دیدم که نیستی، گفتم لابد مردی. منم رفتم خونه، تو سرایدار خونه بود اما تو نبودی. تو اینجا چجوری اومدی اینجا؟ نه ماشین این ورا هست نه چیزی. با پای پیاده اومدم بابا. جلیقه نگاه، تیرام کم کم داشت تمام میشد. خیلی خوشحالم که دارم میبینمت. منم خوشحالم. پسر خانوادت شدن.
فرانکلین من بیرون بودم بعد اومدم خونه شب خوابیدم صبح بلند شدم دیدم زنم بچه ها مردن. ای وای کامل اه پشت سرت وای نگران نباش حواسم بهت هست. خب به جز من و تو کس دیگه ای هم زنده است؟ نه چرا دارم میگم سیمیون رو پیدا کردم. ترور رو زنگ زدم ترور گوشیش خاموش بود. ترور رو نگران نباش اون مرد جنگیه اگه تیرش هم تموم شه با چاقو زامبی ها رو میکشه. آره انشالله که پیداش کنیم. چی شد مایکل؟ زامبی اه دمت گرم. وایسا بکشمش وایسا مایکل داداش نگران نباش حواسم بهت هست. بکش بزن مایکل. ماشاءالله همشون ریختن اینجا مایکل. ماشاءالله مایکل بزن پسر. مایکل اینجا کیو میخوای بزنه داداش؟ دیدم نمیشه. مایکل چیه؟ مایکل من میگم یه کاری کنیم. برو خونه من سیمیونم رفته اونجا. ماشین داری؟ آره ماشین دارم. کجا میری؟ بابا بچه ها بذارید من زامبی ها رو این دور اطراف بکشم. این تا زامبی ها رو نکشه ول میکنه. بچه ها من زامبی ها رو میکشم. مایکل چیه؟ من زامبی ها رو میکشم باهات بعد تو برو خونه من. ماشین نیاز داری؟ نه ماشین نیاز دارم. باشه آقا من با این همکاری کنم زامبی ها رو بکشم بفرستم خونه برم دنبال لستر. بچه ها بریم ببینیم حالا ایشون ول میکنه زامبی ها رو. مایکل از زامبی ها خیلی بدش میاد بچه ها. مایکل اومدم. آقا ما تمام شب داشتیم زامبی میکشیم و مایکل رو فرستادم خونه و زنگ زدم به لستر. بچه ها لستر گفت ترور مرده. بچه ها مثل اینکه تیرش تمام شده و چند تا زامبی ریختن سرش و کشتنش. واقعا ناراحت شدم. لستر گفت که من داخل که گفت پشت کوچه کناری بانک مرکزی هم. بهش گفتم لستر و مایکل رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شد. الان دارم میرم دنبال اون برم خونه ببینم که حالا چه خبر از سیمیون و مایکل هم فرستادم خونه. بریم سمت بانک مرکزی ببینیم لستر هم پیدا میکنیم. خب بچه ها مرسی که تا این ثانیه ویدیو رو بچه ها نگاه کردید. قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم بچه ها این لایک این زیرو حتما بزنید. خیلی به هم انرژی میکنه خیلی به ما کمک میکنه و بچه ها دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید و زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا وقتی که من ویدیو گذاشتم اولین نفری باشی که بیای ببینی و هر روز خانوادهمون بزرگتر شه. بچه ها این قسمت از ویدیوی GTA داستانیمون فرق میکنه با بقیهشون. دقت کرده باشی اون دوتا ویدیویی که گذاشته بودم تکی بود یعنی همون ویدیو تموم شد. اما داخل این سری از ویدیوهای زامبیمون این همون جوری که حالا اسمش هست داستانیه و چند قسمت قراره باشه. مرسی که این ویدیو دیدید. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.